سلام، من افشینم و به کانال من خوش اومدین. ما قراره که توی این کانال آشپزی کنیم، کارهای روزمره. شاید این نکته هم جالب باشه که بگم، اینه که من ساکن روستا، یکی از روستاهای گیلان، بنابراین روتین من ممکنه که شاید کمی برای شما بخشایش تماشایی باشه. بنابراین خیلی کار هست اینجا که باید انجام بشه و من با خودم گفتم که شاید بشه خیلی از این بخش‌ها و از این کارها رو ازش لحظاتی رو ثبت کرد و به شما هم نشون داد. بنابراین خوشحالم از این که با این کانالین خیلی کارها قرار هست بکنیم. اینجوری حداقل توی ذهنمه، مثل تمام پلن و برنامه ریزیایی که آدم ها اوایل کاراشون میکنن و من توی ذهنم اینه که خیلی کارها قرار هستش که بکنم و به نظرم الان جالب میاد، اما جلوی خودم رو میگیرم که نگم، به خاطر اینکه بازم مثل همه آدم در اوایل مسیرشون مطمئن نیستم که ایده های من به اون پختگی رسیده باشه یا با همین ها تا انتها بریم جلو. بنابراین با آنچه که هست شروع میکنم. جلو که رفتیم هرچی پیش آمد خوش آمد بشه. در واقع فیدبک شما و باز اینها منو به یک سمت دیگه ای ممکنه ببره. بنابراین بریم جلو و ببینیم چطور میشه. این ویدیو رو صرفا برای سلام علیک گرفتم و بعدش قراره بریم که در واقع بخش بعدی رو ببینیم. حالا بخش بعدی چه هست من الان نمیدونم، شما الان بعد کات خوردنش متوجه میشید، چون صرفا من این رکورد رو دارم میکنم فقط برای اینکه سلام علیکی کرده باشم. سلام. بریم با هم کوکی لیمویی درست کنیم. میخوایم با هم کوکی لیمو درست کنیم. خب کوکی لیمو یه کوکی بی نظیره که من مطمئنم بعد از اینکه درستش کنیم و تستش کنیم خودتون هم عاشقش میشین. خب بچه، ما قبل از اینکه شروع کنیم من فکر کردم که بهتره من یه چای بذارم به وقت بابت صدا. اما کوکیمون خیلی چیز راحتیه، یعنی ما به 50 گرم کره نیاز داریم و یه مقدار رنده پوست لیمو میخوام که حالا اینا رو بهتون میگم بهتر و درست‌تر. توی این مرحله باید 230 گرم آرد داشته باشیم. بنابراین من یه با این قاشق بامزه 230 گرم آرد 3 دیگه میکشم. خیلی 230 گرم 231 گرم عالیه. شکرمون هم هلوش 60 70 80 90 100 خیلی به خودتون بستگی داره. حالا چراییشو بهتون جلوتر میگم. کره به دمای محیط خرداد رسیده خاطر زیادی به دمای محیط رسیده رو اضافه میکنم به اضافه 70 گرم شکر. حالا مسئله که هست اینه، این کار خوشایند نیست. مسئله که هست اینه، ما سر آخر کوکیامونو باید در واقع در خاک قند، پودر قند بغلتونیم. اگر دوست ندارید این کارو بکنید که پیشنهاد میکنم بکنید و با نمکش میکنم، اما اگر دوست ندارید این کارو بکنید
شما 100 تا 110 گرم بهش به این مخلوطمون شکر بزنید. اما اگر میخواید اون کار بکنید 60-70 گرم. من الان 70 گرم شکر دارم میزنم. روشن میکنم با دور متوسط رو بکن. به چرخ همزن من بزرگه و این حجم مواد براش خیلی کمه، بنابراین همش مجبورم که قطع کنم بیارم وسط دوباره به چرخه. بعد یه مقداری بهش وانیل، یک قاشق چای خوری تا مربا خوری بهش وانیل اضافه میکنم. یه چند دقیقه بزنه و من مرحله بعدو بهتون میگم. فقط این که من احتمالاً وقتی اینو استارت کنم دیگه صداش برای شما ناخوشاینده. خیلی خب خاموشش میکنم و بهش 2 تا تخم مرغ اضافه میکنم. درستش اینه که تخم مرغ برم یه جای دیگه بشکولم، ولی مال بچه های خودمونه. تخم مرغ مال بچه های خودمونه. به اندازه 1 قاشق نیم تا دیگه هم میزنم. این وانیل من شکریه، بنابراین بیشتر بزنیم زیاد اتفاق خاصی نمیافته. خب من دوباره ناشرم روشنش کنم و سر صدا را بندازم. خب بچه ها من فرو روشن کردم و تو این فاصله ای که ایوا سلام زیبا شما داری باز میشی. خب به چند تا برگ لیمو نیاز داریم. حالا شما میتونید از هر در واقع برگ هر مرکباتی اگر دارید استفاده کنید، اگر نداریدم که خب ایرادی نداره، اما اگر دارید خیلی شگفتی به بار میاره که حالا بهتون میگم چی کار میکنه. خب من یه تعدادی چیدم و بریم تا بهتون بگم باش چی کار میکنم. خب بچه من این برگای درخت لیمویی که چیدم رو گفتم فرو گذاشتم گرم بشه و البته حالا شروع شده که گرم بشه. این برگای درخت لیمو رو تو این پروسه‌ای که فر داره گرم میشه میچینم روی توریش و حواسمون باید باشه به خاطر اینکه خیلی زود اینا خوش میشن، بنابراین باید حواسمون بهشون باشه. اینا رو هلوش 6-7-8 دقیقه به اندازه خوش میشن که میتونیم مثل نعنا خشک پودرشون کنیم. حالا مرحله ای هستش که ما باید یه دونه لیمو رو زستش رو بگیریم، پوستش رو رنده کنیم با رنده فسخلی و هلوش 1 قاشق تا 2 قاشق غذاخوری. بنابراین من این لیمو رو رنده میکنم داخل ترکیب تخم مرغ، کره و شکرم، وانیل هم البته داره و بعد باید آبش هم بریزم داخلش و بعد از اونه که آردمون رو علک میکنیم و بهش اضافه میکنیم و همین. خب بچه ها من لیمو رو برگاشو خوش کردم، ببینید به چه شکلی در میاد. کاملا یعنی خشکه، نمیدونم میتونید ببینید یا نه، کاملا خشکه، یعنی به این شکل در اومده. یه آونده وسطشه که من اون رو میگیرم و جدا میکنم، باقیشو به همین شکل خشکش میکنم، یعنی پودرش میکنم. الان اینا که پودر میشه مثل نعنا خشک و بعد معطر خیلی و یه عطر ویژه‌ای داره به خاطر اینکه متفاوته، خیلی پرفیومیه و متفاوت از عطر خود پوست لیمو. پوست لیمو هم اضافه کردیم. نکتهش این که به سفیدی ها وارد نشین، یعنی تا میتونید پوست لیمو، یعنی اون رنگ حالا زرد یا سبز لیمو رو بگیرید و مادامی که از اون در واقع قشای سفید چیزی رو رنده نکنید تلخ نمیکنه. بنابراین من اون رو ریختم، 1 لیموی بزرگ کامل رو، و حالا آب تقریبا نصفی ازش هم میریزم داخلش و اینها رو هم خورد میکنم و میریزم الان داخلش. خیلی خوب، حالا وقتشه که من آرد رو کم کم به این موادم اضافه کنم و با دور کند بزنم.
یک قاشق چای خوری بیکینگ پودر رو با همون 230 گرم آردمون الک کردم و 2 دور هم الک کردم و الان کم کم به این مواد اضافه میکنم. با دور کم میزنم، اضافی هم نیازی نیست هم بزنیم، یعنی به اندازه که مواد با هم مخلوط بشه و بعد دیگه آماده کار میشه. خیلی خوب، خمیرمون آماده شد و من دستمو شستم، فرمون داغ آماده است و اینجا مقدار پودر قند. کاری که باید بکنیم اینه که به اندازه گلوله های به اندازه نارنگی تقریبا از در واقع خمیرمون برداریم که نسبتا خمیر منسجمی هم هست. ازش یه گلوله نسبی بسازیم و اون رو در پودر قند بغلتونیم به همین شکلی که میدونیم. خیلی خوب. حالا من همین تو یک مقداری با دستم این رو فشار میدم، ولی زیاد پهنش نمی کنم. به این شکل میچینمش توی سینی و برای یه سینی من معمولا 6 تا کوکی رو میچینم، بیشتر نمیچینم به خاطر اینکه خب اینا یه مقداری بزرگ میشن، پف میکنن و به خاطر همین بهتره که 6 تا بچینیم. خب بچه من 6 تا چیدم، دمارم که گفتم 170 درجه است و فراموش نکنین که کوکی رو باید شل و نرم از توی فر آورد بیرون. من وقتی که برای مثلا 12-11 دقیقه از فر میارم بیرون خیلی به نظر میاد که این کوکی ها نپختن، در حالی که کاملا پختن. اجازه میدم خنک شن و بعد که میشکنیمشون ببینیم چقدر خوبم مغزشون پخته. من اینا رو بذارم داخل فر و بعد با هم کار داریم. 13 ثانیه تا پختن کوکی ها مونده، من برم یه چکشون بکنم. 12 دقیقه تایمر دادم ولی بد نمیشه اگر 1 دقیقه هم شعله رو بیارم بالا، یه ذره روشم در واقع رنگ بگیره. خب به صدام اومد، برم و برگردم. خب این چطورین؟ خسته شدم. کار سختیه به خاطر اینکه یه دونه چای میخوام بخورم همش و هیچ صدای کتری میاد توی فیلم و این مجبورم قطعش کنم. گوشنم هم هست. خیلی کار سختیه. سختی کار باید به ما بدین. بچه کل آشپزخونه بوی لیمو، کره، یه بوی عجیبیه، خیلی گرسنگی میاره، نمیدونم چرا اینقدر قوی و اینقدر خوش عطر و خیلی منسجمه این عطرش و اینا و شما میگین اسانس نزدین؟ نه به خدا، پوست 2 تا دونه لیموه دیگه، اصلا برگم بی تاثیر نیست. ولی خب خیلی جالبه دیگه. خلاصه بیارمش بیرون دیگه. این هم از کوکیای ما. اوی 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 خیلی خوشگل شده. بیارمتون نزدیک ببینیم. نه خیلی زیبا. اون ترکا رو داریم و الان میام بهتون نشون میدم موردی که بهتون میگفتم. ایناش ببینین بچه ها، ترکی که با هم ازش صحبت میکردیم البته یکی از مشخصه های کوکیه دیگه. حالا میدونم میشه حساسم نبود، بذارید داره زوم کنم. خب خیلی سر موقع هم برشون داشتیم دیگه. میبینید زیرشون قشنگ یه مقداری رنگ گرفته و آنقدی هم سفت نیست. خب
من دیگه برم یه چایی بذارم، واقعا دلم چای میخواد با یه دونه از این کوکیا. خب اینم از کوکیمون بهتون نشونش دادم، یه مقداری خنک شده. عطرش بی نظیره، واقعا عطرش واقعا بی نظیره. من بر خودم یه چایم دم کردم. این اولین نوشیدنی گرم امروز. خب حالا تا یه مقداری تا چای من خنک بشه، دوست داشتم اینم بهتون بگم که یه موضوعی هستش که من خیلی بهش فکر میکنم و یعنی جزئی از برنامه‌هایی هستش که برای این کانال دارم و اون اینه که شاید نیاز باشه قبلش توضیحم بدم. خب من خودم به شخص خیلی پیش میاد این برام که در یخچال باز میکنم و با هر چه که هست تصمیم میگیرم یه غذایی درست کنم. یعنی گاهی تابع اون چیزی میشم که مواد اولیه‌ای میشم که در دسترسم هست. اینو میخواستم بگم که بله این کار من زیاد میکنم و خب گاهی این غذاها صرفا شکم پر کنن. یعنی غذای شکم پر کنیه که احتمال تکرارش هم خیلی کمه یه بار دیگه درست بکنم. گاهی البته با یه درصد مثلا 20 تا 30% بعضی از این غذاها خوب از آب در میان و من اونا رو یه گوشه یادداشت میکنم، بعد بهشون رجوع میکنم و گاهی اینا رو بالا پایین میکنم. یعنی میگم حالا که خوب شد اگه اینو بهش اضافه کنم یا اینو ازش کم کنم یا اینقدر بپزم یا اونو بذارم کمتر بپزه. به هر جهت از این کارا میکنم. با خودم فکر کردم که این یک چیز شخصی نیست احتمالاً و همه شما احتمالاً این رو دارید و این کار رو میکنید. بنابراین با خودم گفتم که چقدر جالب میشه ما اگر یک بخشی رو باز کنیم توی ویدیوهامون که بریم سراغ رسیپی هایی که خودمون خلقش کردیم، اختراع خودمونه. حالا اختراع واقعا. بنابراین میخوام ازتون خواهش کنم که این رسیپیاتون رو برای من بفرستید. میتونید ایمیل کنید برامون، مینویسم این زیر و ما اینا رو درست کنیم. و با خودم فکر کردم که چقدر جالب میشه که این رسیپی های شخصی شما رو که حالا میتونه سالاد باشه، سس باشه، نوشیدنی باشه، غذا باشه و اصلا شاید واقعا سرآخر گلچینی از اینا رو سلکت کردیم و یک کتابی تدارک دیدیم و هر کی رسیپیش به نام خودشون تو باشه. بنابراین حتی خیلی بهتر اگر رسیپی میفرستیم بهش فکر کنید و یه اسمی هم خودتون براش بذارید. حالا الزاما رسیپی شما میتونه نباشه، میتونه رسیپی مثلا مادرجونتون، عزیزتون یا مامانتون باشه که یک غذای من نراوردی شخصی داره که فقط تو خونه شما خورده میشه و درست میشه. البته از این بابت مطمئن باشین لطفاً، یعنی مطمئن بشید که این رسیپی شخصیه چون قراره که به هر جهت به نام شما باشه. ولی کار باحالیه و من فکر کردم که تو هر قسمتی سعی کنیم که یه بخشی به این اختصاص بدیم. خواهشاً عجیب غریب بیش از حد نباشه. مثلا خیار آب پز کنیم، از این کارا. ببینید من تا حد زیادی پذیرام ولی تا یه اندازه‌ای واقعا خیلی عجیب غریب نباشه. با این حال ممکنه بکنم دیگه، یعنی وقتی فرستادید احتمال این که انجام بدم هست. بنابراین خواهشم اینه که اینها رو بفرستید برای من و با هم بریم و اینا رو درست کنیم دیگه، درست کنیم و ببینیم که چطور از آب در میان. وای خیلی خوش عطره. خیلی خوش عطره. من گاهی یه چیزی زیادی خوب میشه باورم نمیشه خودم درست کردم. شاید باورتون نشه ولی واقعا طعم اون برگ مرکباتی توش تاثیر میذاره و من بر رفرنس خودم هم بگم برای ما یه حلوای بومی توی گیلان داریم. پروسه حلوا رو داره ولی در آخرین مرحله وقتی حلوا رو توی سینی پهن میکنن همین کار با برگ لیمو میکنن و برگ لیموی خشک شده رو که حالا مثلا توی آفتاب خشک شده
پودرش میکنم و پودرش رو یک لایه قشای نازک روی کل حلوا میریزن و خیلی اون برای من توی ذهنم مونده بود و جالب بود و وقتی خواستم کوکی لیمو درست کنم اولین بار این کارو با کوکی کردم و اون مواد رو داخلش ریختم. خب اون لکه‌های سبز خوشرنگ برگا هم داخلش خیلی زیبا کرده و هم اون عطرش متفاوته. بنابراین اینم از کوکیمون، اینم از ویدئوی امروزمون و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه نظری دارین یا پیشنهادی حتما بهم بگین و اینکه خدافظ.